در موضوع قپیدن قرآن به طهارت نزد جمهور امام قرطبی ذکر می‌کنه در تفسیر قرآن که لا یمسه الا المطهرون سوره واقعه میگه جمهور فقها با همین هستند که به طهارت قرآن رو قپیده نمیتوند. اما در تلفن ها اگر باشد قرآن مثلا انسان به طهارت اون قپیده میتوند یا نه، در تلفن حکم قرآن میگیرد یا نه. علمای معاصر در این موضوع میفرمایند که اون حکم قرآن نمیگیرد تلفن دا باشد، اگر اون حکم قرآن نمیگیرد به همون خاطر در حالت بی طهارتی هم قپیده میتواند. اما ورق زدن اون وقتی بی طهارت باشه از روی تلفن ورق زدن وقتی که میخواند صحیفش بود میشد اون ورق زدن میتواند یا نه از روی تلفنی که در اون قرآن است. در اینجا بعضی علما فرمودند که وقتی که همون شیشه ای که از بالای تلفن از بالای همون اکران تلفن یک نمونه شیشه دیگر میمونند اون میگه خودش یک حائل هست که اون در قپیدن قرآن نمیدروید و اگر که از روی اکران ورق هم بزند اگر به طهارت باشد اون یک حائل است مانند پرده هست و اون خاطر گناهگار نمیشود میگن. و دیگر که هست انسانی به طهارت نظر کردن به طرف قرآن یعنی که انسانی جنوب نظر کردن از روی قرآن یگام گناه نیست. اما برای جنوب فرمودیم که و گفتیم در درس گذشته که جایز نیست از خواندن، اما مجرد نظر کردن یک نظر کردن به سوی قرآن یا که نگاه کردن به سوی قرآن گناهگار نمیشه انسان جنوب. و اگر در تلفن اون قرآن باشد انسان جنوب است به طهارت است اون گرفتن در جیبش گرداندن یگام گناه نیست چون که در حکم قرآن نمی رود. خلاصه گپ همین است که از روی قرآن وقتی که قپیدن اون ورق زدن اون برای به طهارت یگان باکی ندارد. والله اعلم و اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.